یک وکیل چای خود را به معلم می فروخت. 2 روز بعد اون وکیل اومد پیش معلم و گفت آقای معلم، چای را فروختم ولی آب داخلش را نفروختم. اگر میخوایی از آبش استفاده کنی باید هزینه‌اش را بپردازی. معلم هم لبخندی زد و گفت بلی، میخواستم من هم بیایم پیش شما و بگویم آب خود را از چای من بردار، وگرنه از فردا باید برای وجود آب چای به من حق کرایه بپردازی. وکیل با شنیدن این حرف عصبی شد و گفت من فقط شوخی کردم. معلم هم خندید و گفت یادت باشد امثال من به امثال تو دست دادند که وکیل شوی، یعنی تو هنوز در برابر معلم ها بچی بیش نیستی.